مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر سوختار مرگبار در نقطه فروش سوزشواری سورا اویل را تصدیق و اسم مرد در این حادثه هلاک شده را نشر کرد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی شب 15 آگوست سال 2022 ساعت 21:57 در نقطه فروش سوزشواری سورا اویل واقع در محله دهنه نویه اسماعیل سامونی شهر دوشنبه هنگام خالی نمودن سوزشواری نو بنزین با ظرف‌های نگهداری سوزشواری بنابر سبب رعایت نکردن معیار و طلبات قاعده‌های بی خطری سوختار به عمل آمده است. وزارت کارهای داخلی گفت در نتیجه این حادثه 2 نفر شهروند سوخته بدن گرفته. شهروند کریموف کامل جان سال تولدش 1996 ساکن نویه اسماعیل سامونی شهر دوشنبه در جای حادثه به هلاکت رسیده است. گفته می شود از حساب کارشناسان گروه کاری تأسیس داده شده مواد لازم به دادستانی شهر دوشنبه ارسال گردیده است و تحقیق حادثه مذکور ادامه دارد. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان قبلا خبر داد که شب 15 آگوست سال 2022 تخمینا ساعت 22:10 بر اثر در گرفتن یک ماشین بنزینکش در کنار یک نقطه سوزشواری در جماعت دهات چوربید نویه اسماعیل سامونی شهر دوشنبه یک ساکن کوچه زحمت آباد که در نقطه فروش مواد سوخت کار میکرد به هلاکت رسیده. 2 نفر دیگر جراحت برداشتند.